شما مشخصاً مخالف سیاست‌های کشورهای غربی هستید. بله، اونا استعماری هستن. پس شما چرا به اینجا اومدی؟ چرا به عربستان سعودی پناهنده نشدی؟ چون عربستان سعودی مثل میمونی در دست جورج بوشه. شما داری از سیستمی انتقاد میکنی که خودتون چه اشکالی اون داره؟ پناه بردی. اینجا زندگی میکنی، از شما حمایت مالی میشه. صادقانه تبلیغاتی که شما از اینجا علیه اونا میکنی، اگه همین کار رو غربی ها علیه مسلمونا در کشورهای اسلامی میکردن، مثلا وقتی خود شما به عنوان رهبر انصار اسلام در منطقه بیاره اقلیم کردستان حکومت میکردی، اونا رو گردن نمیزدید. با وجود این شما اینجا مشکل جدی برایتون پیش نیومده. وقتی مشکلی برات پیش میاد به جایی پناه میبری که از مشکلاتت کم کنه. اگه آزادی نداشتید به جایی میرید که آزادی داشته باشید. اگه نون نداشتید جایی میرید که نون داشته باشید. من که به اروپا اومدم و به عربستان سعودی یا پاکستان نرفتم برای اینکه چیزی کم داشتم و دنبالش به اینجا اومدم. من از طریق سازمان ملل به اینجا اومدم. در این دموکراسی که شما از اون صحبت میکنید چیزهای دیگر رو هم از دست دادم. حالا من نه امنیت روانی و اجتماعی دارم نه چیز دیگه ای دارم. خب شما سال 1991 میلادی به اینجا اومدی. دوباره به اقلیم کردستان بله، برگشتی. برای سفر رفتم. چرا برگشتی اینجا؟ من برای دیدار به اونجا برگشتم. سفری برای گمشده‌های خودم داشتم. اگه دولت نروژ امروز به شما اجازه سفر بده، به چه کشوری میرید که بتونید آزادانه زندگی کنید و افکارتون رو ترویج کنید؟ کردستان. فکر میکنید حزب دموکرات و اتحادیه میهنی به شما اجازه بازگشت میدهند؟ نه، با سلاح برمیگردم. من بدون سلاح نمیتونم در کردستان زندگی کنم چون که اونجا سرزمین قانون و آزادی نیست. اینجا میتونم بدون سلاح زندگی کنم چون که سرزمین قانون و آزادیه. پلیس برای همه است. قانون برای همه است. من 62 بار به دادگاه کشونده شدم. یکی از شاکیهای من نخست وزیر فعلی نروژ بود. اینها در دادگاه با من روبرو شدن. قاضی حرفهای هر دو طرف رو شنید. من وکیل داشتم، اونها هم وکیل داشتن. به همین جهت جایی میرید که این سلطه حاکم باشه، این قانون حاکم باشه. تو از کردستان، عربستان، افغانستان و ستانهای دیگه و وحشیستانهای دیگه که قانون نیست، معلومه که فرار میکنی. شما اینجا میتونید از مسیحیان انتقاد کنید، میتونید دولت رو نقد کنید و حتی تهدید هم کردی. قاضی هم بر اساس قانون حکم میده، قانونی که از مذهب نشأت نگرفته. اگه همین وضع در یک حکومت اسلامی بود، هر کسی که خلاف شریعت یا خدا و پیامبر خدا سخنی بگوید جرم است و مستحق مرگ. اینجا هم همینطوره. همین الان گفتی اینجا اینگونه نیست. بذار توضیح بدم. قفس اینجا بزرگتره. اینجا مشکلی نداره اگه تو درباره مذهب حرف بزنی. مثلا عکس صلیبی رو کنار دو زن عریان بگذاری یا اگر قرآنی رو پاره کنی. بر اساس قانون قرآن کتابی بیش نیست. اما اگه بگید نسل کشی یهودیان در آلمان دروغه، بر اساس قانون یقتون میگیرن و میبرنت. خط قرمزا همه جا هست. اگه من بگم دولت اسلامی عراق و شام چیز خوبیه و من با اونا بیعت میکنم، مگه میذارن نفس بکشم؟ همه چیز مرز داره. کسی که در سرزمین اسلامی به مسلمان ها توهین میکنه، او هم مرزها رو شکسته. سکولاریسم برای اینها حل شده، چون که امپراتوری ها رو کنار زدن، سیستم بورژوازی رو از بین بردن و حاکمیت مذهبی رو هم برداشتن. هر سه رو کنار گذاشتن. یک حکومت دموکراسی بنیان گذاشتن. من میگم اسلام و بس.